سلام آقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، دم همتون گرم، خیلی مردید. و اینکه اگر با ما حال کردید یه سابسکرایب کنید که از این ویدیوهامون با خبر بشید که هر موقع میذاریم. و اینکه آقا بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. این ویدیو چیه؟ یه جستجوگر روسیه به اسم آقا دنیز. این آقا اومده داشته میرفته و به یه خونه برخورده که مثل اینکه یه صدا قررش مانندی همچین چیزی میشنوه و میره دوربیناشو کار میذاره داخل این خونه. که دوربیناشو کار میذاره ببینید چی ضبط کرده. Пока я был на улице, в доме начался грохот. خب میگه وقتی که داشتم میرفتم داخل خونه صدا قرشی بوده و دوربینش که به کار میذاره در جا هنوز نیومده داخل خونه. بله، کمد داره تیکون میخوره. این جن از هر قبیله‌ای که باشه واقعا خیلی جن خطرناکیه که هنوز نیامده، داره هشدار میگه آقا دور شو، چرا آمدی داخل این خونه. با این سر و صدا به ما میفهمونن که آقا از این خونه که هست برن، اینجا مکان ایناه، نباید ما تجاوز کنیم مکان کسی. اگه یه دزدی بیاد داخل خونه ما بدتر از این جن حتی بلا سرش میاریم، شاید شده اصلا خونی مالی میکنیم یه وضع. بریم ویدیو رو ببینیم، دنبال حاشیه نریم. وای داره میره سمت کمد. ببین کمد داره همچنان تیکون میخوره. حتی نکته یادم رفت بگم، این ویدیو یکم که خیلی کیفیتش کمه، ببخشید. قول میدم تو ویدیو بعدی با بهترین کیفیت ارائه بدیم که لذتش رو برید. بریم. خب کمد آروم گرفت. این آقا هم که تا آمد داخل اتاق آروم گرفت، دیگه تیکون نمیخوره. اینجا هم پشتشه نشون میده که آقا مثلا کسی نیست، که مثلا کسی فکر کنه فیک آدم گذاشتن. کسی نبود. این آقا هم برامون ضبط کرد. اوکی. من اگه فکر میکنم این دنیس جستجوگر روسه، مسلمون نیست. چون اگه واقعا مسلمون باشه، ما مسلمون اولین چیز ترسناک که ببینیم زبان بسم الله، الله، بالله، اینا ساکتن. اینا اصلا نه عیسی مسیح اصلا هیچی، فقط براشون عجیبه، انگار فقط دنبال ماوران، اصلا براشون چیز مهم نیست. دوربین شارژش تمامش میاد، دوربین دیگه میذاره، میاد پشت اون خونه. خب آقا این حرکت اشتباه رو خواهشاً انجام ندید. اگر حتی شما میرید
ویدیویی که مثلا جیم بگیرید میرید داخل خونه ای، حالا چه چیزی اومد دستتون چه چیزی دستتون نیومد، هیچ موقع از این کارا نکنید. ببین این خونه معلوم نیست که کی ساخته شده. اکثر چوباش هم که الان دارم میبینم پوسیدن. یعنی شما برید بالا شاید از زیر پا در بیاد، یهو ضربه مغزی بشی، از بالا بیفتی بمیری و هیچ کس هم دیگه اصلا نمیدونه تو کجایی. اگه این کارا میکنید یه هماهنگی بکنید، مطمئن بشید از مکانش. مثل این آقا همینطوری سرتو ننداز پایین، برو بالا ببین چی میشه. هیچ موقع زیاد کنجکاو نباشه. کسایی که زیاد کنجکاون زودی متاسفانه از این دنیا میرن. اومده بالا و هیچ اصلا هیچی نیست. بله میبینیم چوهای پوسیده رو که آقا اومده بالا اصلا براش مهم نیست. خب خب اینجا دوربین پایین داره میگه، خودش رفته بالا. از اینجا از بغل کمد یه سایه سیاهی انگار داره راه میره، 3 متر قد داره، حتی از کمدم بلندتره. این میاد از اینجا رد میشه. یه جن دیگه، اینا شاید خیلی زیاد باشن، از سمت راست از سمت تخت داره میاد. اینم برای خودش آروم میاد ببینه چه خبره، یه احوالپرسی بکنن با هم دیگه. میاد برای خودش راحت آروم آهسته میره، کاری هم به کسی نداره. دارن زندگیشونو میکنن اینا. خب این دوتاش دوربین شماره 2، دوتا چیز خیلی عجیبی گرفت. خب این دوباره برمیگرد، اینی که از سمت تخت اومد میاد میره، دوباره برمیگرده بیاد سر جای خودش. فکر میکنم دارن آمار میگیرن که ببینن آقا این رفته بیرون یا نه. اما مثل این که اینا عقلشون نمیکشی که دوربینی داخل این خونه هست، چیزی هست و خیلی راحت بر خودشون میان و میرن هیچ بدون هیچ چیزی. خب این داشون داره تازه میاد پایین، از سقف داره میاد پایین. بریم ببینیم. آقا دنیز، تنهایی هیچ وقت نرید، تنهایی خیلی خطرناکه. شاید به خاطر اینکه شما یه ویدیو بگیرید وایرال بشه خیلی باحاله، ولی تنها نرید. اگه یه آسیب به شما بزنن که حتی شما داخل این ویدیو قرار ببینید چه آسیبی قرار بخوره این آقای دنیز، دیگه هیچ موقع تنهایی اینجور جا نمیرید برای اینکه جستجو کنید. وای چه آینه ترسناکی هم داره. من همیشه از بچگی از آینه میترسم، یعنی آینه میذاشتن یه جا احساس میگم یکی داره نگاه میکنه، یه جوری بود برام. خب چی؟ ببین یه صدای اره مانندی داره میاد، انگار مثلا داره یه چیزی رو میبره، انگار داره چوب میبره. وای آینه ترس همیشگیم.
لازم شده توضیح بدم. آقا اینا دارن میفهمونن بهت از اینجا برو، دارن اذیت میشن. همونطور که گفتم ببین، شما وقتی یه دوستی بیاد داخل خونت، حتی از جنان بدتر بهشون ضربه میزن. اینا همین شکلی هن. شاید مسخره کنید بگه آقا دوز کجا بود، اصلا خونه برای اینا نیست. وقتی که کسی نمیره داخلش، خب اینا میرن داخل اونجا زندگی میکنن برای خودشون. اونا هم یه زندگی‌هایی دارن که ما نمیتونیم درکشون کنیم. داره سر صدا میکنه میگه آقا دور شو، از اینجا برو. نمیدونم چه جوری میخواد بهت ثابت کنه. ببین فقط داره میکوبه، فقط برو. فقط میتونن بترسن آدما رو، فقط میتونن بترسونن. همین شبا بیان تو خوابتون بترسوننتون و سر صدا ایجاد کنن که اذیت میشی. حالا یه ویدیو در مورد بختکم براتون میگیرم. ببین میگیره اینو میاره بالا میذاره سر جاش که این بفهمه. زیاد قدرت زیادی هم ندارن که بتونن نگه دارن چیزی زیاد، انگار محدودن. از اون طرف داره سمت کمد و اینا فکر میکنه به تکون میخوره. داره میگه برو عزیزم برو. قدرتشون محدوده، نمیتونن چیزایی بیشتر از مثلا شاید 5 ثانیه نگه دارن یا بردارن یا بکوبن. قدرت بعضی چیزاشون محدوده. این ما نیستن هر چیزی رو هر موقع بخوام بلند کنن، اون قدرت رو ندارن. بسم الله آقا. دیگه جرات نداره بره تو ببینه. ترسیده همینطوری مونده. خب واقعا باید بترسی. ببین معلوم نیست از سقفه یا از اون ور خونه است. قبیله ای اینا دارن یه خانواده ای دارن زندگی میکنن. همشون هم بعدشون میاد از ما انسان ها. نمیدونم چه جوریه. میاد از کمدم یه فیلم میگیره لباس مباسا. ببین چجوری اومد مثلا به تو ثابت کنه آقا برو بیرون. حتی وایسه بازم داره فیلم میگیری. به نظر من این چیزا ترسان نیست. اینا یه چیزی رو میخوام به ما بفهمونن که ما میترسیم از این چیزا. انسانیم. بچه اینجا بهش حمله کرد. فقط بید ببینید. یه سایه بلند میشه میاد تو صورتش میزنتش پرتش میکنتش زمین. این همه اخطار داد، این همه سرصدا ایجاد کرد. آخر آقای دنیس راضی نشد، موند فیلم گرفت و آخر دیدن که این دیگه از سرصدا نمیترسه، حمله کردن. و اینکه آقا من هیچی ندارم بگم. آره بله همینطور که میبینید یه سایه مشکی اومد و کرم خودش رو ریخت.
Все, друзья, я ухожу с этого дома. دیگه کرم خودشو که ریخینا بهش حمله کردن دیگه ترسید، میگه آقا من دیگه دارم از اینجا میرم، آقا من دیگه رفتم. باید از همون اول میرفتی که همچین بلایی سرت نیاد. میگه چی Валился میگه؟ в погреб. میگه نزدیک بود ستون فقراتم بشکنه. ببین چه ضربه‌ای بهش وارد کردن که قرار بود اینطوری باشه. و اینکه بچه بعد از این دیگه تموم میشه و ویدیویی نیست. مرسی از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، دوست داشتید، لایک کنید، ساب کنید، زنگوله هم بزنید که ویدیو اومد ببینید. عشق دارید و حرفی نمیمونه. فعلا گود بای.